پادشاهی 2 شاهین کوچک را به عنوان هدیه دریافت کرده بود. پس آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت و آماده کند. 1 ماه بعد مربی نزد پادشاه آمد و گفت یکی از شاهین ها تربیت شده و آماده شکار است، اما نمیدانم چه اتفاقی برای آن یکی افتاده که از همان روز اول که آن را روی شاخه قرار داده تکان نخورده. این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا پزشکان و مشاوران دربار کاری کنند که شاهین پرواز کند، اما هیچ کدام نتوانستند کاری بکنند. پادشاه دستور داد تا به همه مردم اعلام کنند که هر کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد کرد. صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با چالاکی تمام در باغ در حال پرواز کردن است. پادشاه دستور داد تا معجزه‌گر شاهین را نزد او بیاورند. درباریان کشاورزی متواضع را نزد پادشاه آوردند و گفتند اوست که شاهین را به پرواز درآورده. پادشاه پرسید تو شاهین را به پرواز درآوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ با خنده گفت شاید جادوگر هستی. کشاورز که ترسیده بود گفت سرورم، من کاری نکردم، کار خیلی ساده ای بود. من فقط شاخه‌ای که شاهین روی آن نشسته بود را بریدم. شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز کرد. گاهی لازم است برای بالا رفتن شاخه‌های زیر پایمان را ببریم. چقدر به شاخه‌های زیر پایتان وابسته هستید؟ آیا توانایی و استعدادهایتان را میشناسید؟ آیا هیچگاه جرأت ریسک کردن را به خود داده اید؟